بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 37 هستیم. قسم چهارم در عبادات قلبی توحید در یقین هست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین و من تبعه باحسان الى یوم الدین. یقین در لغت به معنای باور داشتن به چیزی که در او هیچ شک وجود نداشته باشه. یقین چی رو میگن؟ در اصطلاح هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. علما میگه که اعتقاد جازم یعنی قطعی، مطابق احکام شریعت اسلامی باشه و ثابت و پایدار باشه. این یقین میگن. از این خاطر در عبادات یقین یکی از شروط لا اله الا الله هست. ات یقین است. در اونجا باز تعریف میشه که الیقین المنافی للشک، یعنی ات یقین داشته باشی به احکام قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در او هیچ شک وجود نداشته باشه، نه دلایل فلاسفه و کافره و مشرکین و مرتدین گپای از اونا و شبهات از اونا در وجود تو، در مغز تو، در عقیده تو چیز را یعنی شک ایجاد کردن نتانه. تو یقین ثابت و کامل و ثابت و پایدار داشته باشی. الله سبحانه و تعالی میگه که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد. میگه الله بلند کرده آسمان ها را، خلق کرده یا بلند کرده بالای سر شما بدون ستونی که شما او را ببینید. یعنی شما ستون های از این دیده نمیتونین، یا هیچ ستون نداره، یا ستونی داره که شما او را دیده نمیتونین. ثم استوى علی العرش. باز الله متعال بر عرش استوا کرد. و سخر الشمس والقمر. و مسخر کرد آفتاب و مهتاب را، یعنی در خدمت شما آفتاب و مهتاب قرار داد. کل یجری لاجل مسمى. میگه هر کدام از این مطابق اونمو تقسیم اوقات منظمه که برای اینا داده شده وقت به مو در حرکت هستن تا که زمان نابودی و هلاکتشان بیه. یدبر الامر. الله متعال امور تدبیر میکنه. یفصل الآیات. دلائل قدرت خود مفصلا بیان میکنه. این کلش به خاطر چی هست؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون. شاید که شما با ملاقات پروردگارتان یقین حاصل بکنید. تو یقین حاصل بکنید که روز قیامت هست، حساب کتاب هست، سوال و جواب هست، جنت و دوزخ هست، ملاقات رب العالمین هست و در مقابل الله ما محاسبه میشیم هست. با ملاقات الله سبحانه و تعالی یقین 100% داشته باشید. این دلیل چی هست؟ این دلیل یقین هست در آیات قرآن. و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ترمذی رحمه الله میگه که عبدالله بن عمر رحمه الله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مجلسش بسیار کم، وقتی که مجلس خود ختم میکرد میگه بسیار ما کم دیده بودیم که این دعا را نکنه و برای اصحابش هم این دعا را میکردن. اللهم اقسم لنا من خشیتک. رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی که از مجلس میخیز ختم میکرد مجلس، این دعا را میکردن که اللهم یا الله اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک. یا الله برای ما او تو خشیت ترن. خشیت یعنی ترسی است که به همراه علم یک جای باشه. یا الله از خودت او تو یک ترس عالمانه برای ما ایجاد بکن در قلب ما یحول بیننا و بین معاصیک، که امو ترس تو، خشیت تو در بین ما و گناه های ما حائل واقع شود، یعنی مانع واقع شود برای چی که ما گناه بکنیم. تو ترس برای ما در قلب ما نصیب بکن، تو خشیت نصیب بکن که ما معصیت تو را کرده نتانیم.
مؤمن واقعی که یقین داشته باشه در قلب خود که الله متعال در هر حالت انسان میبینه و هر کلمه انسان محاسبه میکنه، هیچ وقت انسان جرأت نمیتونه کرده که معصیت بکنه. چه وقت انسان در معصیت مبتلا میشه؟ وقتی که یقین انسان خراب شود، وقتی که انسان واقعا عالمانه از الله ترس نداشته باشه، جاهلانه داشته باشه که اگر بیرون یه پا باشه مردم مرا میبینه، الله هم مرا میبینه. نه خیر، الله در هر جای و در هر لحظه و در هر ساعت زندگی انسان میبینه و از قلب انسان و از خواهشات انسان و از نیت انسان از کلش با خبر هست. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک. این قسم دعا میکرد، یا الله بر ما از خشیتت تو ترس بر ما نصیب بکو که در بین ما و در بین گناه های ما فاصله قرار بگیره و مانع قرار بگیره. و من طاعتک یا الله تو طاعتت بر ما نصیب بکن ما تبلغنا به جنتک، که توسط او طاعت تو ما به جنتت برسیم. یعنی انسان نمیتونه طاعت الله را بکنه مگر به توفیق الله. از الله بخواه که یا الله و بر ما اقسم لنا من طاعتک ما تبلغنا به جنتک، بر ما تو طاعتت نصیب بکو که ما را به جنتت برسانه. و من الیقین یا الله تو یقین بر ما نصیب بکو ما تحول به علینا مصیبات الدنیا. یا الله تو یقین بر ما نصیب بکو که تمام مصیبت های دنیا بر ما آسان شود. اگر انسان به صفات الله و به افعال الله یقین داشته باشه، رزاق الله هست، روزی دهنده. چه قسم یک پرنده از آشیانه خود میبره، در جاغورش هیچ چیز نیست، ولی پس با آشیانه خود جاغور پر میه، رزق از الله میرسانه. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. اگر انسان به صفت حفظ کردن الله یقین داشته باشه که حفظ کننده حقیقی الله هست، اولاد مرا این طفل در بطن مادر کی حفظ میکنه؟ دستی از این نمیشکنه، پایش نمیشکنه، اعضای بدنش رزق و روزی خودم میخوره، تغذیه میشه. پس وقتی که عالی تولد شد کی حفظ میکنه؟ الله. اما قسم که در اونجا حفظش کرد، پس با ضرور نیست که یک چوبک بگیری در گردنش برتی، یا یک خستگک یا یک صدف یا ایره در گردنش که ایره باز زیر از بلا نگاه کنه. خیر، الله هست. الله خیر حافظه. وقتی که پسر یعقوب علیه السلام گم میشه و برادرش ایره میبرن در چاه میپرتن و یوسف علیه السلام میگه که گرگی را خورده، چطور میگه؟ الله خیر حافظه. الله بهترین حفظ کننده هست. یوسف علیه السلام چه قسم الله متعال حفظ کرد؟ در کجا حفظش کرد؟ از خانه پدر و مادرم کرده در قصر محافظت خوبتر و زندگی خوبتر الله براتو نصیب کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا الله بر ما ات یقین نصیب بکن که تمام مصیبت ها و سختی های زندگی بر ما آسان بسازن. در سختی ها انسان که یقین داشته باشه میفهمه که این مصیبتی سختی یا به اساس از این است که من گناهکار هستم، این مصیبت ها گناه های مرا سبب بخشش گناه های میشه، یا این قسم است که این مصیبت میگه که رتبه مرا پیش الله بلند بکنه. پس در هر صورت مصیبت در مصیبت خوشحالی میکنه، جگرخون نمیشه. چرا؟ میفهمه که این مصیبت از جانب الله هست و به خیر ما هست. از این خاطر وقتی یک کسی از انسان فوت میکنه چی میگه؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. چرا میگه انا لله و انا الیه راجعون؟ به خاطر از اینکه میگه ما ملک الله هستیم، مالک ما الله هست. حالا یک کسی که مالک یک چیزی باشه او را از بین میبره؟ از بین نمیبره. کار میکنه که او خراب شوه یا از بین بره و یا نابود شوه. نه، مالک ما الله هست. ما ملک الله هستیم. انا لله، ما مربوط الله هستیم. وقتی از الله هستیم الله ما را نابود نمیکنه. و انا الیه راجعون،
و باز ما به الله رجوع میکنیم. اگر این چیز را در دنیا از پیش ما میگیره، پیش الله از این بهترتر است. پس به هر شکل تمام مصیبت ها بر انسان چی میشه؟ انا لله و انا الیه راجعون. در آیت دیگه میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو که اگر مصیبت بر تو رسید، سختی رسید، بگو بر ما نمیرسه یک مصیبت مگر آنچه را که کتب الله لنا. فکر در عربی یکی لنا یکی علینا. اینجا نگفته که ما کتب الله علینا، او چیز مصیبتی که الله بالای ما، او بالا که میباشه یعنی به غضب الله میباشه. الله میگه شما مؤمنات بگوین که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو بر ما نمیرسه مگر او چیزی که الله به منفعت ما بر ما نوشته کرده. در بسیاری از مصیبت ها برای انسان چی هست؟ برای انسان در اون مصیبت برای انسان بسیار فایده هست. یک انسان بندی میشه، فکر میکنه چی مصیبت سخت است. یک وقت از زندان خلاص میشه، وقتی که فکر میکنه که بهترین لحظات زندگی ما که گناه و دروغ و غیبت و بدگویی و چیزا نبود، در زندان بود. چه لحظات خوب بود که با الله در خلوت بود. یک نفر به شهادت میرسه، کشته میشه، ظاهرا مردم میگه که اونم مرد، لکن برای یک مقام عالی پیش الله داده میشه. این مجاهدی که به شهادت میرسه، همون لحظه که نه شهید میشه، انسان مؤمنی که در راه الله شهید میشه، همون لحظه میگه جایگاه خود در جنت میبینه و از اون لذت میبره. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که یا الله و من الیقین، ات یقینی بر ما بده که تهون به علینا مصیبات الدنیا، که توسط از او آسان شود با این یقین قلبی. چی آسان میشه؟ تمام مصیبت های دنیا بر ما آسان شود. و متعنا به اسماعنا و ابصارنا، یا الله با گوش های ما و چشم های ما را متعه بده. متعه چشم و گوش چی است؟ که چشم و گوش مطابق حکم الله استعمال شود. چشمت آن چیزی که حرام است او را نبینی، آن چیزی که ناروا هست او را نبینی، قرآن ببینی، حق ببینی، راه درست ببینی. این چیز نصیب ما بکو یا الله. گوش ما چیز غلط نشنوه، چیز درست بشنوه. از شنیدن غیبت بترسد، لرزه بیه. از شنیدن سخن کفری و سخن بیدینی فرار بکنه. و متعنا، این قسم بر ما گوش و این قسم بر ما چشم ها نصیب بکن. و قوتنا، از قوتنا ما احییتنا، تا زمانی که ما از قوت ما تو قوت ما را نصیب بکن که او قوت خدا ما در راه تو، در سنگر، در هجرت، در جهاد، در دشمنی با دین الله، با دشمنای الله، در مقابل از اونا، اینا از قوت خود استفاده بکنیم. در مقابل دشمن الله، کسی که دشمن دین الله هست، در مقابل از او جهاد بکنیم. و متعنا به اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، تا زمانی که ما را زنده نگه داشتیم. واجعله وارث منا، اینا وارث ما بگردان. واجعل ثأرنا علی من ظلمنا، یا الله انتقام ما را از کسایی بگی که سر ما ظلم کرده. انتقام ما را سر کسایی که ظالم هستن، کافر و مرتد هستن. ما را بدبین دشمنا، مؤمنین، موحدین، دوستای الله نگردن. ما را بدبین و انتقام ما را و ما را توفیق نصیب بگو که از دشمنای ما، از کسایی که در حق ما ظلم میکنه و ما را به خاطر توحید الله ذلیل میسازه، ما را توفیق بده که از اون ما انتقام خود بگیریم. وانصرنا علی من عادانا، یا الله تو ما را نصرت بکن بالای کسایی که به امرای ما دشمنی میکنن. دشمنای تو هستن به خاطر تو که امرای ما دشمنی میکنن. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا الله اگر بر ما مصیبت میرسه، این مصیبت در دین ما نگردان. ولی بسیاری کسا هست مصیبتشان در دینشان است. چه قسم مصیبت در دینش است؟ 10 سال پیش بسیار مؤمن موحد بود، مسلمان بسیار خوب بود پیش ما، آیندهش ما نمیفهمیدیم. آرزو میکردیم که کاش که من مثل ازی واره باشم. 20 سال پیش ما کسایی بود که
زمان ما جوان بودم کسایی بود که میفتم کاش که 5 دقیقه مکت فلانی شخص بشینم. اقدر از نگاه معنوی پیش من ارزش زیاد داشت. لکن امروز که چیری از رو میبینم مصیبتش در دینش است. در دین امتحان شده، حتی سرش حکم مسلمان کردن نمیتونی، از دین خارج شدن. این چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا الله اگر سر من مصیبت میه، یا الله این مصیبت در دین من نگردن که من منحرف شوم. یا الله قلب مرا به دین ثابت قدم داشته باش، ثبت قلب مرا ثابت داشته باش به عقیده، به توحید، برای درست استقامت. یا الله نصیب من. و مصیبتی که میه اگر در بدن من میه، در جان من میه، در دین من نبیه. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ هم علمنا. یا الله، چون دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هر دعای ازی چقدر با ارزش است، چقدر انسان میرسانه. ولا تجعل الدنیا، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد که یا الله این دنیا را اکبر همنا، این بزرگترین همو تشویش من نگردان که همیشه فکر و هوش من درباره دنیا باشه، که چه قسم خانه داشته باشم، چه قسم پیسه داشته باشم، چه قسم بخورم، چه قسم مالدار باشم، چه قسم خزانه بکنم، چه قسم ذخیره بکنم. یا الله بزرگترین تشویش ما و بزرگترین همو اندیشه من دنیا را نگردان که من کل فکر و هوشم طرف دنیا باشه، بلکه بزرگترین فکر مرا به طرف آخرت بگردان که چه قسم آخرت ما آباد شود، چه قسم روز ملاقات که با الله ملاقات میکنم، الله از من راضی باشه. ولا مبلغ علمنا، و این دنیا را هدف علم ما هم نگردان که من علم حاصل بکنم تا که دنیا را حاصل بکنم، درس بخونم، زحمت بکشم، لیسانس و ماستری و دکترا بگیرم تا که دنیا را. نه، یا الله این را هم نگردان که من به خاطر از این علم یاد بگیرم که دنیا را حاصل بکنم، چوکی حاصل بکنم. یا الله این را هم نگردن، بلکه یا الله مرا علم نصیب بکن که او سبب ایمان ما شود، سبب تقوای ما شود، سبب توبه از کفریات و شرکیات قبلی ما شود که اگر در شرک و کفر مبتلا بودید، ای علم نصیب بکن که سبب توبه از گناه های سابقه که در گناه ها مبتلا بودیم از این توبه بکنم با سبب هدایت و استقامت ما شود. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، و یا الله تو ولا تسلط علينا سر ما قدرتمند مگردان من کسی که لا یرحمنا که او بالای ما رحم نمیکنه. یا الله کسی قدرت سر ما نتی که سر ما رحم نمیکنه، یعنی مرا در دست از تو ظالمای نپرتو که اونا بالای ما رحم نمیکنه. تو مرا در حفظ و پناه خود داشته باش. آمین یا رب العالمین. ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. علمای اسلام، سلف صالح، صحابه، تابعین و دیگه علمای اسلام در مورد یقین چی میگفتند؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه وقتی یک صحابی را میدید برش میگفت که اجلس بنا نؤمن ساعتا، بشی یک ساعت ایمان خدا یعنی یقین خدا قوی بسازه. چرا او صحابی برش از دین گپ میزد و هی از دین گپ میزد، او از توحید گپ میزد، کلش مسائل توحیدی و اعتقادی را میگفتن. توسط از چی زیاد میشد؟ یقین زیاد میشد. دیگه صحابی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه است. وقتی میگیم که مثلا ما قرآن و سنت با فهم صحابه کرام بفهمیم، این صحابه چه قسم فهمیدن دینه؟ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه که الیقین و الایمان کله، یقین کل ایمان است، کل ایمان یقین است. یعنی اگر ایمانت
به همراه یقین بود بفهم که کل ایمان تو درست است. اگر یک کمک در او شک بود ایمانت چی شد؟ متزلزل شد. ابن قیم جوزی رحمه الله بسیار عالم بزرگوار است. چی میگه؟ میگه منزلت الیقین و هو من الایمان منزلت الروح من الجسد. چقدر گپ قوی است. میگه مقام و منزلت یقین در ایمانداری مثل مقام و منزلت روح در جسدت است. یعنی جسدت سعی کن، ما میشینیم میخیزیم غذا میخوریم حرکت میکنیم نماز میخونیم عبادت میکنیم، در جسد ما روح هست. اگر روح اوسو شد در شب اول اگر صبح 8 بجه مردی تا شام میخواید که تو را در خانه نمانند. یک شب دو شب اعضای فامیل تو را اجازه نمیتن که در خانه باشی، میکشید مگه برش دفن کن که نمیتونیم طاقت بکنیم. کل چیز از بین میره. ابن قیم جوزی رحمه الله میگه یقین بر ایمان اینمی قسم است. اگر در یقینت ایمان نبود مثل که در وجودت روح نیست. و بهی و میگه توسط یقین است که تفاضل العارفون، کسایی که میگن که عارف بودن، العارف بالله، الله را خوب میشناخت، خوب موحد بود. این فضیلت کی حاصل میکنه؟ میگه توسط یقین انسانهای الله شناس اینا فضیلت حاصل میکنن. و فیه تنافس المتنافسون، کسایی که در رقابت میکردن، صحابه، تابعین، تبع تابعین، کلشان در چی بود؟ در یقین بود که چه قسم من بتوانم یقین من قوی بسازم و الله بسیار یقین قوی داشته باشم. و الیه شمر العاملون، عمل کننده ها کلشان کار میکنن، عبادت میکنن، اطاعت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر یقین هست. یقین نباشه حرکت کردن نمیتونه. یقین است که مثل ماشین است در وجود انسان. اگر یقینت مثل ماشین بایسکل واره بود مجبورت که پای یک زده بری. اگر یقینت مثل ماشین موتورسیکل بود سویچ میکنی کار راست میری. اگر یقینت مثل ماشین موتور بود چند نفر دیگر هم که خود پیش میکنی. اگر یقینت مثل ماشین طیاره بود 200 نفر در هوا همراهت بالا میکنی. چی هست؟ یقین هست که انسان چی میکنه؟ یک انسان قوت میده. و عمل القوم انما کان علیه، تمام صحابه و تابعین و تابعین عملشان به اساس چی بود؟ بمی یقین بود. و اشاراتهم کلها الیه، اشاره کلشان بمی هست که عمر یقینتان جور کنین، شک دور کنین، این شبهاتی که دشمنای اسلام میپرتن ایره از خود دور بسازین. علامات یقین چی هست؟ یقین 6 علامه داره. 6 علامت داره. 3 علامت یقین در رابطه به خالق است و 3 علامت یقین با مخلوق است. 3 علامت که آیا تو یقین داری، این 3 علامت با خالقت، همین 3 چیز داری، یقین تو خوب است. اول توجه به الله در هر چیز، در هر کار توجهت به طرف الله باشه. اگر در کارت عروسی هست، غم است، مهمانی است، لباس است، خانه هست، غذا هست، اگر این توجهت بود که الله حکمش اینجا چی هست، الله چه قسم راضی میشه، اینی وقت یقین قوی داری. اگر گفتی که والا بس فلانی چی میگن، مردم چی میگن، قوم ما چی میگن، عبدالساده چی میگن، این کلش چی هست؟ یقین قوی چی میکنه. پس اولین علامت یقین قوی چی است؟ که در هر کار به طرف الله توجه داشته باشی، نظرت به طرف الله باشه. النظر الیه فی کل شیء، در هر کار به طرف الله نظر میکنی. دمی کار من الله راضی هست، الله که راضی است خلاص من تسلیم هستم. الله راضی هست من تسلیم هستم. اگر الله ناراض است نمیشه، نمیکنم این کار. دوم و رجوع الیه فی کل امر، در تمام امورت به الله رجوع بکنی، در تمام کارهایت به حکم الله رجوع بکنی که من میخوایم اینی کار بکنم، الله در این راستا چی حکم داره، با فلانی دوستی میکنم، الله در این راستا چی گفته است.
خانه فلانی شخص میرم، الله چی حکم کرده؟ اینی گپ میزنم، الله در این گپ ما چی گفته است؟ پس این یقین کامل است که همیشه پیش از اینکه یک کار بکنی به الله رجوع میکنی که الله در این کار اجازه میده یا نمیده. در اول نیتت به طرف الله بود، حال عمل که میکنی پیش از اینکه عمل بکنی اجازه الله را میگیری که آیا الله اجازه داده؟ اگر داده بود حرکت میکنی، اگر نداده بود توقف میکنی. این از علامت دومی یقین هست. اما بعضی کسا هست که نه والا من این کار بکنم. چرا میکنین؟ دلش میخواه، نفسم میخواه، این میخواه، او میخواه. بسیاری وقتا بسیاری کسا نفسش سرش، الله میگه نکو این کار، نفسش میگه بکن. پس چون یقین ضعیف است نفس قوی میشه. قوی که بود، یقین که قوی بود و مو اندازه حکم الله پیش انسان قوی میباشه، دیگه چیزها را دور میبردن. سوم علامتش چی است؟ والاستعانة به فی کل حال، در تمام حالات از الله استعانت میکنه. الله کمک بکنه. مخلوق اگر الله کمک کرد، مخلوق هم تسلیم الله هست. استعانت و کمک فقط از الله میخواد که یا الله تو برای من صحت، عافیت، رزق، روزی، زندگی، محافظت، یا الله تو نصیب بکن. این سه علامت یقین است که انسان با الله داشته باشه. سه علامت در رابطه با مخلوق است. با مخلوقات چه قسم ارتباط داریم؟ اگر یقین قوی داری به الله، این سه علامت در وجود انسان می باشه. قلت و مخالطت الناس فی العشره، اختلاط با مردم بسیار کم می باشه. زیاد کوشش میکنه که با الله، با عبادت الله، با طاعت الله باشه. ای که صبح میمانی میرم، چهارشنبه میمانی میرم، شب میرم، دیگر میرم، اگه هفته است دیگه مثلا از تمام روز تقسیم اوقاتا از اختلاط و مجلس ها و میمانی ها و رفتنهای با مردم باشه. این دلیل یقینی هست که انسان اختلاطش با مردم بسیار کمی باشه. اگر توی به خاطر دعوت هست، به خاطر دین هست، نیت دایی باشه، ولی دیگه پس امایی که همیش مثلا برم که بخورم، که برم که سیالی بکنم، برم که خفه نشن، برم که چطور نشن. بله انسان قطع رابطه نمیکنه، میره، لکن کثرتش اینجا گفته مخالطتت قلیل هست به مو اندازه که روابط اجتماعی با مردم مستحکم باشه. نه به که مثلا صبح و شام کل کار دیگه اختلاط با مردم هست. یک. دومش و ترک المدح لهم فی العطیه، دوم یقینی است که اگر مردم برات چیز را دادن، یا کسی یک تحفه میده یا بخشش میده، زیاد کم رو مدح میکنین. ترک المدح گفته، توصیفش نمیکنین زیاد. بس که سنا که اگر شما نمیبودین چطور میشد، اگر شما نمیبودین این قسم میشد، اگر شما تو نمیکردین جزاک الله خیرا کفایت میکنه. ترک المدح لهم فی العطیه، یعنی در احادیث میگه که اگر یک نفر امرای تو احسان کرد، جزاک الله خیرا گفتی، حقش ادا کردی، یعنی الله بر تو پاداش خیر بده. اما زیاد زبان مدح، توصیف کردن زیاد، این هم دلیل کم یقینی هست. و تنزه عن ذمهم عند المنع، سوم علامت یقین چی است؟ که اگر مردم چیزی را از تو منع کردن، یا میمانیت نکرد، یا دعوتت نکرد، یا برای دیگرها تحفه داد برای تو نداد، برای دیگرها مثلا چی کرد و برای تو نداد، هدیه داد، تحفه داد، میمانی کردی که نکرد، ترک چی هسته؟ تنزه عن ذمهم، خود پاک نگه میداری از بدگوییشون. این علامت یقین است. این علامت یقین است. علامت یقین چی است؟ اختلاطت با مردم کم است، با تحفه و بخششش زیاد مداحی نمیکنی، مثل که مداح ها میخیزن، شیرها میخواهن و توصیف شروع میکنن. و اگر برای کسی چیز نداد، برای دیگرها کرد و برای تو نکرد، باز اینجا تنزه میکنی از ذمشان، از بدگوییشان، بدگوییش نمیکنی. چرا یقین داری آنچه که الله سبحانه و تعالی برای من نوشته کرده مقدر الهی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.